دوستان سلام، وقتتون بخیر. من توی این ویدیو میخوام درباره کلاس‌های ریاضیمون صحبت بکنم براتون، کلاس‌هایی که قراره توی کنکور داشته باشیم و کلا یک آشنایی میخوام بهتون بدم در مورد امتحان ریاضی که قراره در کنکور اونت بدیم. ببینید دوستان، اولین چیزی که درباره کلاس‌های ریاضی باید بدونید اینه که ببینید ما دو تا ریاضی داریم. یک ریاضی اپلیکاداس داریم و یه دونه متمتیکای CNCاس، یعنی ریاضی CNCاس داریم. دو تا ریاضی متفاوته. یک مقداری مباحثش تو چند تا مبحث با همدیگه متفاوته و عرض کنم به خدمتتون که یک مقداری آزمونهاش هم استایلش با همدیگه فرق میکنه. یک باور غلطی که بعضیا دارن و توی بعضی از کالج ها متاسفانه حتی میگن به بچه ها و خب واقعا بازی میکنن با زندگی بچه ها، این هستش که ببینید توی کنکور شما همین یه ویدیوی اول رو یادتون باشه دو تا پارت داره امتحانتون. یک بخش عمومی یا فاز خنرال داره و یک بخش فاز اسپسیفیکا داره. توی فاز خنرال هیچ فرقی نداره که شما کدوم ریاضی رو برداشته باشین، یعنی شما هم میتونید متمتیکاس اپلیکاداس رو بردارید و هم متمتیکاس CNCاس رو بردارید، هیچ کدومش با اون یکی فرقی نمیکنه از نظر ارزش نمره‌ای. آره، متمتیکاس CNCاس رو میتونید به عنوان فاز اسپسیفیکا توی بعضی از درس هم بردارید که خب کسی این کارو نمیکنه، یعنی همیشه توی دروس در واقع برای کسی که میخوان پزشکی یا دندون پزشکی، رشته علوم پزشکی بخونن، معمولا همه زیست و شیمی رو به عنوان درس اختصاصیشون برمی‌دارن و ما معمولا تمرکزمون رو تو کلاس ها هم میذاریم سر متمتیکاس اپلیکاداس. اما چرا چه تفاوتی وجود داره بین این دو تا ریاضی که ما ریاضی اپلیکاداس رو همیشه انتخاب میکنیم برای کلاس بچه‌ها؟ ببینید دوستان، دو تا تم به صورت کلی من بخوام بگم بین این دو تا ریاضی متفاوته. شما توی ریاضی CNCاس یک مبحثی دارید به اسم هندسه فضایی، فاصله بین نقطه و صفحه، خط و صفحه، نقطه و خط، یه چیزای عجیب غریبی، یه فرمولای عجیب غریبی که برای بچه‌ها، من خودم که حالا مثلا سال 2017 می‌خواستم انتخاب کنم بین این دو تا درس، خیلی دشوارتره نسبت به مباحثی که اون طرف وجود داره. یک مبحث دیگه هم که توی CNCاس وجود داره که توی اپلیکاداس وجود نداره، مبحث مثلثات یا سینوس، کوسینوس، تانژانت، کوتانژانته. ببینید ما توی متمتیکاس اپلیکاداس هیچ کدوم از اینها رو نداریم و دوباره سر امتحان این دوتا در واقع این مبحث خیلی میتونه براتون سختی به وجود بیاره، خیلی اذیتتون کنه که خب ما توی بخش متمتیکاس اپلیکاداس در واقع نه مثلثات داریم و نه هندسه فضایی داریم. حالا توی متمتیکاس اپلیکاداسمون چیه داستان؟ توی متمتیکاس اپلیکاداس دو تا در واقع تم وجود داره که توی اون یکی بهش در واقع اونقدر توجهی نمیشه تو امتحاناش، مخصوصا یک مبحث پروگراماسیون لینیال هستش که یک مبحثی هستش که من فکر نکنم تو ایران خونده باشید، ولی مبحث بسیار ساده است و با یه سری تکنیک‌های خیلی ساده میشه حلش کرد. یک مبحثی هم هستش به اسم دیستریبوسیون ها. روی کاغذ دیستریبوسیون ها توی CNCاس هم باید وجود داشته باشه، منتها توی امتحان معمولا خیلی نمیاد، ولی توی اپلیکاداس حتما چند تا سوال ازش میاد. دیستریبوسیون ها رو کسایی که آمار احتمال خوندن شاید باش برخورد کرده باشن، در واقع بخش استاتیستیک امتحان هستش و این هم باز با یک سری تکنیک‌ها و فرمول‌هایی که ما داریم خیلی راحت میتونید از پس سوالاش بر بیاید و اصلا قرار نیست که اذیتتون بکنه. برای همین به صورت کلی ما سر کلاس همیشه این متمتیکاس اپلیکاداس رو سمتش میریم و کلاس رو بر مبنای اون میگذاریم. اما اگر کسی از بچه‌ها دوستان دوست داشته باشه که متمتیکاس CNCاس بره، ببینید 95% در واقع امتحان تمهاش یکیه، در حد یکی دو تا تم متفاوته که اون دو تا تم رو هم حالا بعدا میتونه بگرده دنبالش هم مطالبش رو پیدا بکنه، خیلی فرقی نداره. ولی خب سوال هایی که ما مطرح میکنیم و تایپ سوال هایی که قرار سر جلسه کلاس های ریاضیمون ما ببینیم سر متمتیکاس اپلیکاداس هستش، در مورد متمتیکاس اپلیکاداس هستش، برای اینکه حالا طی این تجربه زیادی که با بچه‌ها من داشتم از سال 2018 19 که دارم تدریس میکنم، بچه‌ها معمولا توی این سر متمتیکاس اپلیکاداس خیلی موفق ترن و نمره‌های خیلی بهتری میتونن کسب بکنن سر امتحان. اما خب به صورت کلی که بخوایم درباره تماشون صحبت بکنیم که چه تم‌هایی
توی امتحان در واقع میاد، ببینید اول بعد بدونید درباره ماتریس، روش‌های حل معادله‌های مثلا 3 معادله 3 مجهول از طریق ماتریس با استفاده از ماتریس. ما پروگراماسیون لینیال رو داریم که گفتم یه تم جداییه که خیلی ساده و خیلی سوالای ساده‌ای داره، راحت میشه حلش کرد. بعد سراغ حد بعد بریم، پیوستگی کنتینویداد بهش میگن. بعد میریم سراغ مشتق، کاربرد مشتق، انتگرال، حالا مدل های مختلفی که از انتگرال میاد. بخش احتمال رو داریم که حتما خیلی ازش سوال میاد، بخش تشریحیش هم در بخش تستی. و عرض کنم به خدمتتون که فونکسیونسش هم که ما توابع رو داریم که حالا هم حل توابع رو داریم، هم معادله و نامعادله ها رو در امتحان داریم که معمولا یکی دو تا تست ازش میاد و خیلی راحت میتونین از پسش بر بیاد. خیلی چیز پیچیده و عجیب و غریبی نیست این بخش. مثل درسای دیگه، مثل تمام درسای کنکور، این امتحان 2 تا بخش داره. یک بخش تستی داره، یک بخش تشریحی داره که شما باید یک تعدادی، تا الان قانونی شکلیشون ممکنه عوض بشه و دیگه حق انتخاب ازتون بگیرن، اما تا امروزی که من دارم این ویدیو رو ریکورد میکنم داستان امتحانی شکلیه که شما یک بخشی دارید که بخش تستیه که مثلا 10 تا سوال، 15 تا سوال، 13 تا سوال بهتون میده و شما باید یک مقدار مشخصی رو ازش رو انتخاب بکنید و در واقع جواب بدین. و یک بخش تشریحی هم داره که باز حالا 3 یا 4 تا سوال تشریحی بهتون میده که باز 2 تاش رو باید انتخاب بکنید و جواب بدین. یعنی میتونید انتخاب بکنید بین سوالی که کدوم سوال براتون راحت‌تر و بهتر میتونید حلش بکنید و اون سوال رو جواب بدید. ببینید دوستان، کلاس های ما از پیش ریکورد شده هستش. ما کلاس ها رو ریکورد میکنیم براتون توی کانال های تلگرامی مخصوصی قرار میدیم که هر وقت تو طول در واقع ترم خواستید کلاس ها رو ببینید راحت بتونید ببینید و دچار مشکل نباشید. تکلیف هایی داده میشه، سری تمرینایی هست. اگر در واقع سوال یا مشکلی هم داشته باشید کلاس های رفع اشکالی وجود داره که بتونیم با هم دیگه حالا بعد از اتمام هر تمی ما کلاس رفع اشکال میذاریم که اگر دوستان هستن و در واقع سوالی داشته باشن میتونن بیان تو اون کلاس و سوالاشون رو بپرسن و جواب بدن. هرچند که تو تلگرام هم اگه سوالی داشتید میتونید از ما بپرسید و ما باز در تایم هایی که مشخص هستش پاسخ میدیم به سوالاتون. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و تا ویدیوی بعدی وقتتون بخیر.